اوکی؟ آره سلام. سلام. محسن من از ترتیب از اینو این بدم. دیوونه اومد. جان عینک بر پیشونیت خریدی؟ مرد حسابی خودتو مسخره کن. چی میخوری؟ یه دبل آرام بزن. اوکی. اوه چطور میکنی پاره کردی؟ دورس دو نخه همون؟ آره درست دو نخه. ضد آبه که ضد آتش هم چه مرگتی آروم باش. داشت این دو روز من قرض بده من برم لاک بگیرم باش. لاک بعد دوره لاک گرفتن گذشته لباس مردمو نمیشن برو واسه خود لباس بخر. گرونه اینا رو نمیشه خرید که. نه بابا رفیق دارم عمده فروش داخل تهران تولیدی پوشاک داره به قیمت تگ بهت میدم اینا رو. رفیق دارم عمده فروش، رفیق دارم ارمنی برای خودش میکشه و 50 نفر دیگه این حرفا دوره از گذشته مصطفی ول کن تو. دوره بیشوربازی مثل تو هم گذشته. اما محسن یه لحظه بیا بفرما. اینم اما محسن رفیق من تولیدی هم پوشاک. تولید کننده عمده فروش پوشاک مردم جونم عزیزم. عمده فروش بیا. بچه خوشگل ناراحت نشو چش قشنگ. این پیج منه برای شب عید تگ فروشی هم راه انداختم. اما موسی این من تو اکسپلور دیدم تو اینجا دستتو به واقعی؟ میمونمه. آره واقعیه. اینجا چیکار میکنی؟ من آمدم پیش عمو مصطفی دو سه دست لباس بهش بدم، دو سه تا قهوه هم بخورم، دو سه تا چکم تو بخوری بخندیم بریم. تموم شد. چکاتم که خوردی. حالا پیج نها کن بگو چی بزنم. حالا آیس کارامل ماکیاتو بزن. دلبر شکاریز ما داره دلبر هزاران گل و بلا داره دلبر